با مقصد تقویت نقش زن در جامعه، رشد فرهنگ سخنوری و زیبایی‌پرستی آنها، همچنین معین و قدرشناسی نمودن زنان با مهارت بخشیده به روز مادر در شهر گلستان، آزمون زن عالیه بهترین برگزار شد. در مراسم افتتاح آزمون نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر گلستان ذکر نمود که با سیاست خردمندانه و دوربینانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بلند برداشتن مقام و منزلت زن در جامعه زمینه استوار گذاشته شده است. امروز زنان و مادران تاجیک در برابر اجرای رسالت مقدس مادری در ساحه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی، علم و معارف، فرهنگ و اداره‌کنی دولتی فعالانه کار و فعالیت نموده در پیشرفت و آبادی وطن سهم ارزنده می‌گذارند. محض با مهر و محبت، زحمت صادقانه و مسئولیت بلند زنان و مادران جامعه رشد یافته پایه‌های دولتداری تحکیم می‌یابند. تاکید شد که غمخواری نسبت به زنان و مادران یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت و حکومت به شمار می‌رود. در سال‌های صاحب استقلالی برای فراهم آوردن شرایط مساعد کار و زندگی بانوان، دستگیری تشبس‌های آنها و جلب هرچی بیشتر زنان به اداره‌کنی دولتی تدبیرهای مؤثر عملی گردیدند. مقصدی برگزار نمودن چنین آزمون و چنین چاره‌بینی‌ها جلب نمودن زنان به چاره‌بینی‌های سیاسی و فرهنگی، همچنین احیای عنعنه‌های ملی می باشد. وقتی که ما چنین چاره‌بینی‌ها را تشکیل می‌کنیم، زن‌ها هوسمند شده زیادتر فعالیت می‌کنند و تربیت فرزندان توجهی خوب ظاهر می‌نمایند. در آزمون بانوهای فعال، ایجادکار و هنرمند از همه تشکیلات و مؤسسه‌های جماعت‌های شهرک و مرکزی شهر گلستان اشتراک و مهارت سنجی کردند. آزمون از روی شرط‌های سلامنامه، بهترین رقص، قابلیت ایجادی، نمایش فرهنگ ملی و صحنه‌چه‌های هجوی جریان گرفته، اشتراکچیان ملکه مهارت خود را با شوق و هوس زیاد نشان دادند. از طرف هیئت حکمان به ملکه مهارت اشتراکچیان بهاگذاری گردیده، غالبان و جایزه‌داران معین شدند. با اشتراکچیان آزمون تحفه‌های خاطره‌ای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر گلستان تقدیم گردیدند.